سرخط مهمترین خبرها: واکنش مقامات تاجیکستان به اظهارات وزیر دفاع قرقیزستان. جنگ اوکراین تعداد خواهشمندان برای گرفتن شناسنامه روسی را کم کرده است و تاجیکستان از ایران پهپاد می‌خرد. درود بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 21 اکتبر است. ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت سوغد وزیر مدافع قرقیزستان و مقامداران دیگر این کشور را به اغواانگیزی و کوشش ناآرام کردن وضع متهم کرد. این نهاد با نشر اظهارات روز 20 اکتبر گفته است سیاستمداران قرقیزستان با مراجعت‌های ماجراجویانه خود درباره بحث مرزی می‌خواهند وضع را در میان دو کشور متشنج کنند. وزیر دفاع قرقیزستان باختیبک بکبولاتوف روز 19 اکتبر در نشست مطبوعاتی گفت به میانروی کشورها و یا سازمان در مسئله تعیین مرز با تاجیکستان به صلح نخواهند رسید. هدف از این اظهارات منصبداران بلندپایه قرقیزستان را ریاست مرزبانی در سوغد ناآرام کردن وضع میان دو کشور ارزیابی کرده است. مقامات تاجیک همچنین از آن نگرانی کردند که وزیر مدافع قرقیزستان آشکارا از خریدن موشک‌های پیچاره و در ولایت هممرز با تاجیکستان مستقر کردن آن خبر داده است. روز 19 اکتبر نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان همدیگر را به اغواانگیزی در خط مرز متهم کرده بودند. بعد از شروع جنگ اوکراین و به خصوص فرمان بسیج یا موبیلیزاسیا، تعداد خواهشمندان گرفتن شناسنامه روسی کم شده است. ویاچسلاو پاستاونین مدیر مرکز تحقیقات آموزشی روندهای مهاجرت به نشریه ایزوستیا گفته است فعلا مهاجران مرد از گرفتن شناسنامه روسی خودداری کرده به گرفتن حق اقامت و یا RVP قناعت میکنند. با گفته پاستاونین پیش از همه شهروندان کشورهای از گرفتن شناسنامه روسی خودداری میکنند که رهبریت کشورشان آنها را از شرکت در جنگ اوکراین منع کرده است. مدیر مرکز تحقیقات آموزشی روندهای مهاجرت مخصوصاً شهروندان تاجیکستان را نام گرفته است که با گفته او هشدار گرفتند که در صورت شرکت در جنگ‌های خارجی به جوابگری جنایتی کشیده می‌شوند. سالانه صدها شهروند تاجیکستان همزمان شهروندی روسیه را قبول می‌کنند. با گفته این نفران گرفتن شناسنامه روسی آنها را از تفتیش و اذیت پلیس و گرفتن پتن یا اجازه کار آزاد می‌کند. ویاچسلاو پاستاونین گفته است فرمان بسیج یا موبیلیزاسیا ورود مهاجران را به روسیه کم نکرد. به حساب مرکز تحقیقات آموزشی روند مهاجرت حالا هم شهروندان ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از همه خواهان کار و زندگی در روسیه می باشند. 12 نوع سیب در یک درخت. این یکی از نمونه‌های جالب کار باغبان معروف ملکشاه اکابر است. کارهای این باغبان بیرون از کشور چندین جایزه گرفته است. خبرنگاران رادیوی آزادی به باغ ملکشاه اکابر رفتند و این گزارش را آماده نمودند. باغ میرزاشاه اکابر در دهه جفر ناحیه رشت را میتوان آثارخانه سیب نامید. در اینجا ده ها نمود سیب پرورش کرده میشوند. گذشتگان میرزاشاه اکابر باغبان بودند. به گفته میرزاشاه عمر او نیز مثل اجدادانش درون باغ گذشته است. اما کار این باغبان تنها با پرورش درختان محدود نیست. میرزاشاه اکابر تلاش میکند در کارش نوآور باشد. این هم یکی از نمونه های جالبی کار اوست. وقتی که من جوان کردم نوده های بسیار پیدا شد. بعد گفتم که بیا در هر یک نودهش من یک نوع پیوند میکنم و باور دارم که این درخت برداشتی چند نوع داره و شما ببینید که در یک درخت 12 نوع است. بعضی نوعها تا باور نیستن نسبت کسلی و حشرات ها خود از یک درخت معلوم میشه و شما ببینید مثلا این بعضی برگش خوش شده است و این یگان تاش خوش شدگی نیست، این بینش خوش شدگی نیست، اینش کم کم کسلی ترق پیدا کرده است، اینش کسلی پوسیش پیدا کرده است. یعنی از همینجا شما انتخاب کرده میتونه که کدام نوع نسبت کسلی و حشرات تا باور. حالا که از یک ریشه غذا میگیره، از یک ریشه آب میخوره، مثلا یک تنه هست. پیوند کردن درختان در تاجیکستان کاری معمولی است، ولی به یک درخت پیوند کردن چندین نوع یک میوه کاری آسانی نیست. میگوید که این تجربه برای نفرانی است که زمینی کم دارند ولی میخواهند چند نمود سیب را پرورش کنند. کار دیگری میرزاشاه اکابر اختراع نمودهای نوع سیب و نوک است. سیب عزت شاهی،
اسکندری و نوک اکابری را او اختراع کرده است. در این کار طبیعت یاری رسانی باغبان بود. مثلا برای یک عالم ساحه سلکسیه بسیاری مورد میشد که عمرش کوتاهی میکنه برای یک نوع برآوردن یک نوع با واسطه باردار کردن صنعی گل سالها باردار میکنه ولی اون نوع دلخواش به دست نمیاد. ولی طبیعت همین خیلی است که با واسطه گردآلود کردن حشرات ها مثلا شمال امکانیت دارد که همین تصادفاً گرد گل یک نوع در وقت گل کردن دیگر نوعها در یک مدت وقتی گل میکند امکان دارد که طبیعتاً گردآلود شود و در همین وقت نوع پیدا میشه. ساکنان منطقه رشت در 200 کیلومتری دوشنبه اساساً به باغداری مشغولند. زمان بازارهای کشور به خصوص دوشنبه با میوه‌های وادی رشت تامین می‌شدند. اما سالهای اخیر در راسته بازارها میوه‌های خارجی از جمله سیب‌ها زیاد دیده می‌شوند. این باغبان سابقه‌دار میگوید سببش درست ترغیب نشدن میوه‌های محلی است. پس برای ما ضرورت این است که ما بیشتر محصولات خودمون قدر کنیم، محصولات خودمون به بازار خارج ببریم. در دوره شوروی تمام بازارهای آسیا میانه و روسیه از میوه همین منطقه رشت بند بود. امروز چرا نیست؟ چون اون وقت بسیار خریدار داشتن، امروز نیست. پس این همه چیزا عامل‌های هستند که باید تاجر ما هم اندیشه کنه. ساحه وزارت کشاورزیمون هم باید به این چیز توجه کنه. تاجیکستان برای خرید هواپیماهای بی سرنشین به ایران درخواست داده است. در این باره خبرگزاری تسنیم از قول یحیی رحیم یاور نظامی آیت الله خامنه‌ای گزارش داد. به گفته این ژنرال ایرانی، این کشور از 22 کشور برای فروش بی سرنشین‌ها درخواست گرفته است. کشورهای داوطلب بی سرنشین‌های ایرانی تاجیکستان، ارمنستان، الجزایر، ونزوئلا و صربستان بودند. مقامات تاجیکستان درباره خرید بی سرنشین‌ها رسما چیزی نگفتند. مسئله پهپادها بعد از چند مناقشه در مرز با قرقیزستان داغ شد. مقامات تاجیک گفتند در مناقشه اخیر که روزهای 14 و 17 سپتامبر سر زد، نظامیان قرقیز با بی سرنشین‌های بیرکتر به تاجیکستان حمله کردند. ماه می سال جاری رسانه‌های ایرانی از باز شدن کارخانه تولید هواپیماهای بی سرنشین ابابیل در دوشنبه خبر دادند، اما اقتدار این کارخانه معلوم نیست. بخش یک روز تاریخ در تقدیم خرمان بقازاده را ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 20 اکتبر را فرا می‌گیرد. 21 октябри соли 2017 Саид Мукаррам Абдулқодирзода раиси шӯрои уламои Тоҷикистон аз қарори маҳдуд кардани мардони тоҷик ба доштани риш ҳимоят кард. Дар як сафари корӣ ба Туркия дар посух ба пурсиши журналистон ӯ гуфт ин амр сирф ҷанбаи амниятӣ дорад ва ҳам ба хотири ба гуфташ мутобиқати зоҳири воқеии инсонҳо ба акси шиносномаашон зарур аст. аз солҳои ҷанги шаҳрвандии риши мардон дар чашми мақомот ба таври ғайрирасмӣ ҳамчун гӯё афроди диндор ва ҳатто гоҳҳо узви гурӯҳҳои ифротӣ будани онҳо талаққӣ мешавад. бар асоси бархе манбаъҳо 21 октябри соли 1899 аввалин вазири маорифи Тоҷикистони шӯравӣ Аббос Алиев таваллуд шудааст. ӯ солҳои 1924 то 27 дар ин мақом кор карда муҳаққиқон ӯро яке аз равшанфикрони давр меноманд. шогирдонаш мисли Муҳаммадҷон Шакурӣ талошҳои Аббос Алиев барои ҳифзи забон ва ҳуввияти миллиро чашмгир меноманд. 2 солро бо иттиҳоми таҳқири мақоми давлатӣ дар зиндон пушти сар кард ва баъди озодӣ Тоҷикистонро тарк карда устоди донишгоҳи Алмаато шуд. 21 октябри соли 2003 риштаи умри ҳунарпешии маъруфи театр ва синамои тоҷик Гурминҷ Завқибеков канда шуд. дар 74 соли умраш ин ҳунарманди зодаи ноҳияи Рӯшони вилояти Бадахшон дар даҳҳо филму намоишномаҳои театрӣ аз ҷумла филмҳои Қисмати шоир, Ливои оҳангар, Достони Рустам нақш бозида осорхонаи азбобҳои нодири мусиқии худро таъсис дод. писараш Иқбол Завқибеков ҳам бо роҳи падар рафта мусиқийнавози мумтозе шуд. قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی شبانه روز گذشته چندان تغییر نکرد. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان $100 آمریکایی به 1010 سومانی برابر است.
1000 روبل روسی باشد به 161 سوم عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 21 اکتبر چنین تعیین شده است. بینندگان گرامی، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. خبر و گزارش های نو را همه روزه می توانید از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org پیدا کنید. برایتان روزهای استراحتی با فراغت را تمنا داریم.